برادر اهل سنت و جماعت، اگر 100 سال بچه شیعه بیایه پیش من درس بخوانه، برایش میگم متوجه باش که خلیفه اول مسلمان ها ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی رضوان الله علیهم اجمعین. اگر 100 سال بچه شیعه بیایه پیش من درس بخوانه، برایش میگم که 12 امام معصوم نیان، غیبر نمیدانن. اگر 100 سال بیایه بچه شیعه پیش من درس بخوانه، میگم اگر این پای خود را تو مس کنی به اندازه پشت ناخونی خشک بمانه، نماز تو صحت نداره. ولی بچه من و تو که بره پیش از اونا درس بخوانه، عقیده من و تو رو برایش یاد میدن. خیلی عواقب خطرناک داره، خیلی عواقب خطرناک داره. ما از مسئولین، از شورای ولایتی، از قماندانی امنیه و از ریاست معارف و از بعضی دیگر مسئولین تشکری میکنیم که واقعا اینها از عقیده خود دفاع کردن. دیشب ساعت 9 شب مسئولین آمدن گفتن چی پرگیرامه؟ گفتیم فردا میبینید. به خدا قسم تصمیم گرفته بودم که یا امروز باید جان من فدای صحابه بشه، یا دیگر این مراکز شیطانی باید از این شهر خواجه انصار باید رخت سفر ببنده. ولی قول دادن. دیشب دوستا اطلاعیه دیدیم، اطلاعیه داده شد مدرسه توحید بسته میشه، مسئولین بسارن، والی معرفی میشه و هر انسانی که دیگر چنین گستاخی و بیادبی کنه، باز فرزندان همین مرزوبون شاگردان ابوبکر و عمر و عثمان و علی با اونها فیصله خواهد کرد. بناء کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه ما مسئولیت داریم برادران عزیز و بزرگوار، تا جایی که توان داریم فرزندان خود از این مراکز شیطانی بکشیم. و باز تو برادری که فریب خوردی و فرزند خود را از این مراکز نمیکشی، حالی تحقیق بکن، جستجو بکن. این یک برنامه‌ای بود که به دست ما رسید، این یک جریانی بود که به دست ما رسید. خدا بهتر میدانه که دیگر چی. برای فرزندان ما میدانی چی یاد دادن؟ هیئتی که رفته بود تحقیق کرده بود، وقتی هیئت از صنف بیرون میشه از مدرسه توحید، عوضی که بگه خدا حافظ، برای فرزند من و تو یاد دادن، همه استاده شدن گفتن برو دست علی یار تو. شرک استاد جلوتر اشاره کردن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک الله نمی بخشه، ولی او به فرزند من و تو لفظ خدا حافظ را از زبانش انداخته، ای را یاد داده برو دست علی یارت. علی کی هست؟ یک صحابه رضی الله عنه. ابوبکر کینه؟ پیامبر هر صفتی دارن، صفت خدایی ندارن. صحابه خیلی بزرگن ولی غیبر نمیدانن. ابوبکر و عمر و عثمان و علی خیلی بزرگن، خورفدایشان میکنیم ولی مقام خدایی ندارن که اونها یاری ما بالاخره یار ما بشن. و ما به این نماز استاده میشیم چی میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله فقط تو عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میخواهیم. همه بزرگان دین آمدن فدای دین شدن. 12 امام بزرگتر یا حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم خدا وقتی به گهواره به گپ میایه قال انی عبدالله، میگه من بنده خدایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تطرونی کمطرات النصارى كعیسی ابن مریم ولكن قولوا عبدالله و رسوله. ای مسلمان ها، پیامبر میگن با من غلو نکنین مثل یهود و نصارا که با پیامبران خود غلو کردن، عزیر ابن الله گفتن، مسیح ابن الله گفتن. شما غلو نکنین، بگیم محمد بنده خدا و فرستاده خدا هست. اما او امروز عقیده داره. من کتابش را خواندم هفته های پیشم، فکر میکنم اشاره کردم، میگم مهدی وقتی بیایه انبیایش کدام کار تکمیل نکردم، حتی پیامبر خاتم، مهدی که بیایه کار همه کامل میکنه. این عقیده که به فکر و مفکوری جوانها، نوجوانها، اطفال معصوم، طفلی که سر صنف ششته، این چی عواقبی خواهد داشت؟ بناهن برادر عزیز و بزرگوار، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه، اینا موضوعات جز عقیده هست. متوجه باشیم. به خدا قسم دیروز با مسئولین گفتم شما هم که مسلمانید، ابوبکر با من همین مناسبتی که داره که با شما هم داره.
همین رنجی که من میبرم به شما هم هست، همین توهینی که به من شده و ابوبکر و عمر شده برای تو هم شده، برای زن مسلمان، مرد مسلمان، ناموس مسلمان شده. چرا چهره‌ها تغییر نمیکنه؟ اگر امروز خانواده ما رو بگم خانواده خوبی نیه، فورا تصمیم میگیریم. شب میریم دم خانی رو در میزنیم که برادر تو امروز به فامیل ما توهین کردی، به دختر ما توهین کردی، به زن ما توهین کردی، به پدر ما توهین کردی، یا جواب بده. او رو به 100 محکمه میکشانیم. ولی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحه، زبیر، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها تو به مراتب باید محبت از اینا بالاتر باشه. پدر ما، مادر ما، خواهر ما، ناموس ما، جان ما، مال ما، همه فدای صحابه. صحابه بودن که به ما دین را آموختن، دین را آوردن. تمام محدثای دنیا را جمع کنیم، سلسله حدیث خود را از خود باید انتقال بده به صحابه و بگه که این صحابه از محضر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم گفته. پایین ترین صحابه این خواجه انصار چقدر مفسر، چقدر محدث، چقدر با تقوا، چقدر شخصیت والا و بالا، ولی به گرد پای صحابه نمیرسن. صحابه ای که چوپان بوده، چوپانی کرده، آمده به محضر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، خواجه انصار به گرد پای امان چوپان صحابه نمیرسه. او صحابه ای که چوپانی کرده، علت چیه؟ الله از او اظهار رضایت کرده. الله میگه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله از مهاجر و انصار میگه من از اونها راضیم، آنها هم از من راضیان. بنان عزیزان من،